هر کی ناموخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. السلام علیکم بیننده‌های ارجمند. این برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان است و صحبت را ما از بیت بزرگی آدم الشعرا رویدکی آغاز کردیم. واقعا هم زندگی برای انسان ها یک مکتب بزرگ است که هر یک روز آن برای ما یک سبقه است. ما در برنامه نفران صاحب دل را دعوت میکنیم، آنهایی که با خودشان کولواری با زندگی دارند، نفرانی صاحب قلم، نفرانی روشن فکر، نفرانی که سخنشان به جامعه تاثیر دارد، نفرانی هستند که از تجربه خود برای امروزیان گفتنی های زیاد دارند. در صحبت امروزی برنامه در صحبت صاحب دلان معلمی ارجمند، نفری که از صحبت هایشان درس هایشان بهره ور شده ایم، عضو اتفاق نویسنده های تاجیکستان معلم معطر غنیه حضور دارم. معلم عزیز راستی بسیار همیشه اندیشه میکردم با شما یک صحبتی داشته باشم، به خاطر آنه که همیشه در برنامه هم بسیار شما فعال هستید معلم عزیز. یک موقع بلندی گوییم جمعیتی شما فعال جامعه بودنتون دلیل اون است که شما به دردهای جامعه بی‌طرف نیستید. چون معلوم است نفر ایجادکار که هستید همیشه از درد جامعه سخن میکنید، از راههای حل آن مشکلات سخن میکنید و حضور شما در برنامه‌های ما نیست. دلیل اون است که شما همیشگی در عموم با اهل جمعیت میخواهید راههای حل مشکلات و دردهای جامعه را گفته باشید. امروز باشه صحبتی ما معلم در مورد خود شما است، از روزگار شما، از آثار آن کاری پیکاری که در عمر خود تا امروز انجام داده پرسیدنی هستم. یک میگن هر یک شاعر نویسنده یک نفر ایجادکار یک دردی دارد. چگونه درد؟ اون دردی که همیشه با نبض جامعه توأم است. یعنی شما همیشه در جامعه زندگی میکنید و از مشکلات اون خود رو کنار دیده نمیتوانید. امروز کدام دردهای اجتماعی شما را بیشتر گوییم رنج میدهد یا گوییم در به اندیشه میکشد؟ البته در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز روزگار ما روز از روز بهتر، خوبتر، نزدیکتر شده می ایستد. اصلا همچون شاعر معرفی کردید، اهل قلم شاعران در دو لحظه ایجاد میکنند. یکم لحظه که از خرسندی، از موفقیت ها، از شادی و نشاط، از روزگار خوش می نویسند، بی اختیار الهام می آید، گمان میکنند. دویم البته چخیلی که شما گفتید درد اکنون درباره درد من چی گفته میتونم؟ درباره درد وقتی من در دانشگاه آموزگار بودم، شادروان استاد من و شما عبدالرحیم تاشمتوف گفتن که معطر خان همین شعر اوتان پر درد گفتن. ما جوان بودیم، راستی گپ شعری پر درد شعر. خب در جوانی این احساس درد رو از کجا گرفتن؟ گفتن پسیمیست نشوید، چیزای نغز نیستید. من همینقدر نغزتانم هست لیکن کوشش کنید از چیزهای خوب نیست نالیش نکنید. اکنون نالیش چی؟ خیر این طبیعی است که جوان بودیم، درد یک خودم نبود، چخیل که گفتید درد جامعه از نام زن، از نام زنها، از نام دخترهایی که من با دخترها سر و کار داشتم در دانشگاه در فاکولته فیلولوژی، درد همه رو میشنیدم اکثر مورد و همون خیر طبیعی است که درد عشق بود اکثر وقت. همین هجران، جدایی، ناسازی ها میشد، همونو می نوشتند. اکنون به خیالم در گذشتم همین خیال بود. ما غزل های داریم از بزرگان که همش درد، همش نالیش، خیلی در واقع همین جمعیت ویش ناسازیش البته بیشتر بود، لیکن مراجعت به همون اساساً به یار بود در همون شعرها. خیلی شعرهای من هم دوره جوانیم بیشتر همین خیال بود و در حقیقت جوانها بسیار پسند میکردن، کفگوبی ها میکردن و از همون وقت این طرف من همین چیزی استاد ارادشان به این نوبت گرفته کوشش کردم که فقط خوشی ها رو نیستم. مثلا وقتی که
چخیل که شما گفتید در کاری جمعیتی من به ناحیه ها سفر میکنیم از پیام تا پیام برآمدهای جناب عالی اونجا هر موضوع هست مثلا از همون ایدی ارتش ملی سر می شود 8 مرد ایدی بانوان می شود ثانی من این نوروز می شود اون طرف وحدت و تا من دیروز استقلال تمام سال ما اید داریم ما همین چیزا رو ترغیب میکنیم و من در همین برآمدها البته اونجا ناطقان هستند سخنهای خوب میگن و من البته اید که هست حرکت میکنم شعرهای ایدانه بخشیده به این یا اون جشن البته اید خونم لیکن درد چی؟ درد امروز خیلی ممکن دردم کمبودی ما نقصی ما همین که امروز خب در تربیت جوانان پیشتر چیزی که پدر و مادر بسیار به سیاست بودند آچی باباها رو گوش میکردیم همین چیزها این وقتها در جوانان اینقدر دیده نمیشود مخصوصا همین خیر شکر خدا امروز ها انچه سازو من میهراسم از چی؟ از کجروی های جوانان درد انمین باید باشد که جوانان گروه ها شامل میشوند یا که از کتابخانی دورند و بعضا می شود که امین بسیار افسوس می خورم دستاشان را بسته محکمه ها می برند جوان ها را من افسوس می خورم که پسی همون دست بسته ها اول پدر و مادر می استند دلسوزی غمخوری جانبازی پدر و مادر می استند دویم زن و فرزند می استند و بعد باقی همین چیزی من از همه هراسم در زندگی دردم همین که تنجی باشد امانی باشد همین جوان ها راه راست بروند اگر فرصت ما باشد من که در آثارخانه استاد محیدین امینزاده کار میکنم همین یک تا شعر که میخونم مرحمت معلم من برای بیننده ها بخشش یک باره که نگفتم معلم عزیز ارجمند معطر غنی و همچنین دیرکتور آثارخانه محیدین امینزاده و همچنین استاد میرزا ترسونزاده که در شهر خوجند قرار دارد معلم از آخرهای سالهای 90 تا به امروز ان همین مسئولیتی آبادی و روشن نگاه داشتن چراغ ان همین خانه آثارخانه ها را که به ذمه دارند و این بسیار یک مسئولیتی بزرگ هم است و همیشه که کوشش‌هایشان هم سری گوییم نگاه داشتن ان همین اکسپونات های ان همین آثارخانه است که تا توانند مردم از تاریخی شاعران بزرگ چون استاد میرزا ترسونزاده همزمان قهرمان تاجیکستان که هستند از همین نابغه های علم و ادب تاجیک باید مردم بهره ور باشند. مرحمت معلمه نام به شما. عذر تشکر. با فرزندم یک شعر دارم ما روی میز ماندگی که شعری آخرین گفتن سال 1966 از اون استاد محیدین امینزاده با فرزندم با محسن امینزاده استاد ما بسیار سفرها داریم وای کسام طرفداری میکنن جانبداری میکنن که وای پدرم فقط منبع نوشتگی نه وای همون است که در حقیقت توی فرزند من فرزند خلقی چو دلبندی پدر دلبند خلقی از این رو باش فرزندی نکوکار زنامی نیک رحمت را سزاوار تو فرزندی چنین یک خاندانی که دارد آبروی 100 جهانی به قدر این مقدس خاندان رست به قدر هر یکی از اهل آن رست و بخت خیش خود هستی سببگار و بدبختی خودت هستی گناهکار نباید کرد آن کاری که بد کرد بدی نامی کسان بد تا ابد کرد از این رو باش فرزندی نکوکار زراحی نیک رحمت را سزاوار رهی کج را همیشه چاه در پیش در آخر رفته می افتی بیاندیش این درده که من یکم چیزی که من در جمعیت حس میکنم تربیت درستی فرزندای ما باشد فرزندا این حیات خاندانی بزرگ مایه قدرش برسند احتیاط کنند و نامی بلندش داغدار نکنند دویم چیزی که من خیر این درد حاضر همه اویله ها درد خدا نکنه درد وزن نیو حاضر دشوار چیزی که خاندار کنی فرزندان خاندار کنی فرزندان یک کس عروس میفرارد یک کس دختر رو به عروسی میدهد همین قانونی تنظیم برآمد همین بسیار خواهش میکردم از زنها بانوان که همین بری آیه کنیم مردها مثلا شما هیچ وقت یا در قطار شما دیگرها همین چیز نمیگن زنها گوش مردها رو پربار میکنند که برای توی این چیز در کار وای حاضر یک قاعده های برآمده که تماما تصور کرده نمیتوانم من
سالهای ما من زیاده از 50 سال شد این خیلی گپا نبود. 30 سال 20 سال 10 سال پیش هم این خیلی نبود. برای کلین داماد بسیار و معرکه توی ما دشوار، هم از جهت جهاز، هم از جهت گذرانیدن معرکه، هم تحفه های بیهوده. برای همین من خواهش میکردم و طرفداری میکردم. این درد عموم است، من اینو میدونم. وقتی که در نشست ها با زن ها میشیم همین مراجعت میکنم، معلمه همین آسان کرده نمیشود. من از همون میبخشن، من از همون فاتحه روسی سر کده ایراد میگیرم خودم که لباس های تاجیکانه خوشرو، اطلس ها، کمزول ها، بخمل ها که وای با دیگر روزم کار فرموده میشن. یک شبی توی میگیرن چند پولی قیمت به برده میسپرن با چند کس اواره وای با دیگه نیست، یک مبلغ کلانه میدین. لیکن من تاجیکی خدا میکنن هر معرکه میپوشن. ما کلین تالبوم ها دایریم دیگر ها. این هم چیزی وای سنی معرکه پگاهی کلین رکشایان میگن بسیار وزنین میگذارن. همه این چیز به راضی نی، همه آخر عذاب کشیده مهنت میکنیم، عذاب کشیده مهنت میکنیم. همون خیال من که همون اکنون درست صرف کنیم و مقصد همین خوشبختی فرزنده باشد، برای همین حرکت کنیم. تشکر. واقعا معلمه چون یک عضو فعال جامعه در همون هیئت کاری که در شهر و نویه ها گروه های ترغیباتی تشویقاتی برای فهماندنی ان همون برنامه های دولتی که امروز از جانب واقعا اینجا بسیار خوب اشاره کردن که از جانب رهبری کشور، مخصوصا از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای مردم پیش از همه برای بهبود بخشیدن زندگی مردم روانه شده است. اشتراک میکنم معلمه با مردم کاربری دارند. و معلمه من اندیشه شما رو در همین مورد واقعا در ادامه منطقه سخن شما اویست میگذارم با همین سوالی به زندگی 50 60 سال 65 سالی پیش زندگی شما، اون ایامی که شما کودک و نورس بودید در نزد والدان خودتون، کدام جنبه های تربیت والدانتون در کودکیتون نقش بست اون با همراه شما کلان شد به سن جوانی و میان سالی برد و گفتید که در یک مرحله عمر گفتید که اینقدر والدان من در این مسئله بسیار دوراندیشانه در تربیت ما کار کردن، اینقدر اندیشه های بسیار خوبی تربیتی رو در ذهن ما گوییم ایم کردن، گوییم میگه شرطن که انا همین ما رو گوییم سعادت بخشید در زندگی. انا کدام جنبه های تربیت والدان که امروز میگویید که واقعا بسیار تربیت خوب دادن؟ در حقیقت ما در عائله 6 نفر دختر، 2 نفر خرده پسر، 8 نفر. این کار آسان نبود. تربیت. و شما چند فرزند مالی؟ من فرزند دویم در عائله. خب کاری دشوار بود. همه زمان‌هایم تربیت فرزند کلان کردن فرزند این کاری جانگاه برای پدر و مادر هرچند شرایط نقض باشدن بیدار خوابی ها، خب راه درست به هدایت کردن و غیره ها. من پیش از این چیز باید گویم میبخشید که اولاد ما پدری بزرگوارم در خجند باستان عبدالغفار مخدومی بلبل میگویند با تخلص فوزی شعر می نوشتند. ما با همراهی استاد شاعر شناخته سید امین جلا و جانم عظیم جان علی شاعری جوان مجموعه کتابی بابایم را تیار کردگی به نزدیک از چوب می براید. افسوس که دیرتر انا همین بابایم که آدمی بسواد بودن فقط طلب میکردند که ما خوانیم. جای رستیش نه، همون سوره ها رو اذیت میکنوندن که امروز هم این ممکن یگان راه مسلمانی و سوره ها حتی پول داده اذیت میکنوندن. پول همین خیلی هوسمند میکردن. پیشتر یک سه سه ماهی کلان چارقت کرده اینجا بیاید شما گفته خواننده هم ما درس میدادن، میفهموندن، نوشتن، خواندن، با دست ما پول میدادن. امروز ما خیلی پشیمون که همون درست استفاده نکردیم، چون که بچه بودیم. شما بازی میرفت بازم از ته دل کش نکردیم دید، چون که از بازی میموندیم، از یک بچه بودیم. ثانی مادرم پدرم هم عیناً همین خیل، لیکن مادرم پدرم سیاستشان بس بود. اصلا این دری کوچه از دروازه تا حتی آمدنشان به مادرم آگاه میکنم داد میبیان، حاضر داد میبیان. این بسیار مسئولیت بلند بود. برای آمدن پدرم ما باید همه طرف تیار باشیم، تازه باشد، آزاده باشد، خوراک باشد، نقص پیشواز گیریم، سلام علیک درست کنیم، عزت کنیم، به چه اندازه به امثال اینها.
پدرم هم خیلی بودن بسیار کسی به سیاستی لیکن در عین زمان مهربان و بسیار غمخوار فرزنده و مسئولیت شناس در عائله و مادرم به نظرم یکمین کسی خردمند یکمین کسی که ما رو به زندگی همین خیلی زندگی درست همینقدر فرزنده هدایت کردن مادر عزیزم بودن که خوندگی نبودن عادی کردگیم لیکن بسیار میخوندن از همین یادداشت‌های استاد عینی صبح جوانی مای استاد ساتم اولزاده دختری آتش جال بسیار کتابای میخوندن با همین خیلی میکردن که کتابای در کاری یتیم آدینه مکتب کهنه ما میدادن این خوانیدن حتما خوانیدن خودشون میخوندن بعضی کتابای اما رسم میکردن خیلی اون وابسته سن سالم و به خیالم و آدم مهنتی تاجیکا میگیم چاک به دست دوزنده که امروز جناب عالی دست به هنر بودن بسیار اعتباری بلند میدیم من هنرهای مهنتی امروز شادی میکنم خرسند میشم که همین خیلی مادر داشتم همین 6 دختر 2 کلین همش به اینجا نمونه ها 60 بعضی چیزها یورمه ما هم یورمه چی بودیم من اینکه فخر میکنم بسیار میخواستم که مادرم حاضر یک لحظه زنده باشن و همین چیزها رو بینن میگفتن که آینده همین هنر ادامه شود با همه ترکت کن لیکن من میدونم که روحشون شاد شده است این دویم مادرم که سیم چیز میگفتن که همه دختر هنر یادگیر خوان مهنت کن مغامر نشو چقان شو آزاده شو هر یکتا دربه میری همین شوهر به بسیار با مقال گپ میزدن ضربون بسل مقال فراوان گپ میزدن یک دربه رفته تی میخورم نه تی میمورم گفته نشین تونو یکتا نون شو بیارد یکتا شوهر زن یافتنش در کار یا که همون و میگه جفتی گاو شده لوچ که درآمد عائله بودجت امروزه بودجت بردن در کار میگفتن انا میخوام گپ هایی که بسیار حتی ما دخترچه مایده بودیم هم تو یگان کارو میداشتن یگان تامایو هی گفتم ایس گونگر یک دختری شیخ هم میگفت که مادر جان ما یک در بریم این خیل نمیکنیم دیگر خیل میکنیم ما میدونستیم که حضور هم بگم ایراد میشد الان میدونستیم ما یک در بریم دیگر خیل میکنیم نه اساس یادگیر میگفتن اساس به خیالم انمی تربیت درست بود و یک کتابی که بسیار میخوندن ترکیب لغوی بای داشتن من در حیاتم 2 نفر را از نزدیک دیدم حالی با ممکن این مسئله برمیگردیم استاد رحیم جلیل که مادرم برای منم حاضر جوانا ضرب المثل و مقاله شما طرفداری میکنید عموما سرپه نمیرن این خیلی چیزها خیر من و شما اما سر پایین در رو میدونند شما من چه جوان بود میدون تا من شما همین کار را کردی وابسته لیکن حاضر نسل جوان به یگان هیچ صرفم نمیره لیکن ما از عائله تا حاضر ما شنیم با قول مادرم که این خیل با گفتی مادرم که این خیل همین خواهرها یک دیگر با همون چیزها یادآور میشیم مادرم این خیل میگفتن کو یعنی که زبان نغز خیلی کن هم کار میفرمودن هم نصیحت میکردن هم خیلی چیزها یاد میدادن